به نام اهورامزدای پاک. کتیبه داریوش بزرگ در صفحه 100 کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، یک کتیبه 3 سطری کوچیکی آخر صفحه نوشته اهورامزدا وزرکه، میگه اهورامزدا بزرگیه که هی مسیح شته بگعه نامه، که میگه مشیت و اراده الهی عظیمترین نامه. هی اوه داریه بومه، میگه دارای خداوند بر من داریوش که نیم و که منو نهاده شاه و آقو دادیه، اینطور فرامینیو داده. هی او شویه، همین شاهی همین امپراتوریه، خواه شویه سره ما، خداوند شاهی و شهریاری و سر را مقرار داد که فره او بره، که فرمان عظیم و زیاد خداوند پیش بره. تی نایب متی مسیر نایب اون یعنی کوروش، تی او ره سره ما، خداوند اینطور راه راستی سر راه ما. او و سپاهی من اینطور سپاهی، او مرتی اینطور مردان با عظمتی به ما عطا فرمود. اینو میخواست